به به دوباره آمد فصل بهاری، بلبل چقدر میخواند با بیقراری. چقدر قشنگ و زیباست آینه و شمدون، سیب، سما، سکه، سنگل، قرمه فسنجون. فیردا عید آمده دوباره شادی و خنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده، لفتن نشه فراموش عیدی بنده. الان میگن میآید یک دسته مهمان. شیرنی اینجا، آجیل اونجا، میوه فراوون، مچیه مهمونه دیگه. خوشمزه و شیرین و آبدار و تازه، دیگه طاقت نداره دستم درازه. آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد. آخ دهنم آب افتاد دلم به تاپ تاپ افتاد. دلم به تاپ تاپ افتاد آمد بهاران، سال جدید رسیده خوشحال و خندان، سال جدید رسیده خوشحال و خندان. سال نو مبارک باشه، عید شما مبارک باشه. تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک، تولد عید شما مبارک. عید شما مبارک. مگه چیه عید دیگه؟ شاد باشین. به نام خدا بچه ها سلام، خوبین، خوشین، سلامتین، خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. این روزا عده‌ای دارن از جاهایی که برای گردش و تفریح رفتن دارن برمیگردن به شهرهاشون. خواهش میکنیم که به بزرگترها بگید که آروم رانندگی بکنن که قشنگ خوب برگردیم منزل. یه بچه‌ای هست اینجا، من نمیدونم چرا ناراحته، قصه داره، نفهمیدم. بابایی چته؟ چی شده؟ I agree. بله. Last night in my dream, میگه دیشب تو خوابم I was eating a cow, میگه داشتم کاهو میخوردم، and suddenly I met her. بعد یهو یه کسی رو دیده، A beautiful, red, round, and glamorous. میگه یه چیز قرمز خوشگل چیز دیده. I agree. تراب قرمز بود. تروب قرمز دیده. چقدر خوشمزه است تروب. I agree. I fell in love. عاشقش شده. تراب قرمز. A lady in red. بعضی از بچه ها سبزی نمیخورن، تروب نمیخورن. تروب خیلی خوشمزه است، آب داره. دهنم آب افتاد. حالا شما الان دلت از اونا خواسته؟ آره؟ I agree. بله. This is a classical dilemma between a head and a heart. آره، میگه بین قلبم و مغزم داره فکر I میکنم. agree. سرم میگه کاو، دلم میگه تراب. سرم میگه گیر کاو، کرده، دلم میگه بد تراب. جوری گیر کرده، بین کاهو و تروب گیر کرده، نمیدونه کدومش رو انتخاب. ترابین red تراب is قرمزه. dancing with me. خیلی خوب، حالا من یه کاری میکنم. من به این بچه، چون بچه خوبیه، هم براش تروب میخرم هم براش کاهو میخرم. خوبه؟ I agree. بله. I love you. آخی برو، من برات میام میگیرم برات جفتشو. اینجوری خوبه. بچه ها خوشحال باشه. بچه ها کلاه قرمزینا اومدن. کیف مدرسه چرا داری شما؟ کیف مدرسه؟ مدرسه بودین دیگه. خوبی؟ بله خوبی؟ بله. خوبی؟ شما هم رفته بودی مدرسه؟ آره. کلاه قرمزی؟ شما امروز که مدرسه باز نیست که. دیشب یه خوف بدی دیدن. خب خوف دیدن، معلم اومد به خوفن. خب گفت کلاه قرمزی چند وقت مدرسه نمیای. صبح فلان شدن ترسیدن. گفتم شاستی باز شده من خبر نده. اومدم برن کابی جان گفت منم میام. شما برای چی رفتی؟ رفتم ببینم چه جور جاییه، چی اونجا داره نداره، ببینیم که هست چیزی بخوریم یا نه. جیگر جان گفت کجا منم بیام. چرا منم بیام.
شما هم رفتی؟ آره آخه مدرسه برای بچه هاست، برای شما که نیستش که. شما مدرسه نرفتین ها، باید اسم بنویسیم براتون. اسم اصلا نمیخواست. اونجا که رفتم اون آقای منو میشناختم. خب بعدش فقط اینکه خیلی خوب جور جایی بود آقای مجری. یه خوشش معلمایی اومد. اونجا بودن، همه با پیجامه میگشتن اونجا و هی به من کتلتی دادن، نون خشکی دادن. خیلی خوب جایی بود. اون مدرسه معلم با پیژامه اینی تو خواب من مدرسه این شلکی نبود که یه شلک دیگه بود، یه خونه ترسناک بود، خب. گنده بود خب. و تاریک بود، ولی این مدرسه رفتن مدرسه خودمون رفتن. تو خوابیم نبود. و تعطیلات نوروزی برای نمیفهمم چی میگی. تو تعطیلات نوروزی معلمای دیگه، معلمای شهرهای دیگه میان اینجا تو مدرسه مهمونی. آره؟ دیگه شما چی دیدی؟ اما اونجا خیلی در خوب بود، بزرگ بود، رفتیم تو، خیلی خوب بود، بزرگ بود، حیات داشت، حیاتش خیلی خوب بود، بزرگ بود، رفتیم تو، سالو دراز بود، خوب بود، بزرگ بود، خوب بود. همه رو خوشش اومده. خیلی جای قشنگی مدرسه. آره فهمیدم خوب چی بود، بوده. بزرگ بود، آره. خوب بود، بزرگ بود. آره قشنگه. ببینید مدارس میخواد باز بشه، بچه ها باید درساشون رو اگر دارن بنویسن. یه کتابتون رو یه نگاهی بکنید. فقط من اینو نفهمیدم که مدرسه چجوری معلم ها با پیژامه بودن. اینی از شهرستان ها اومده بودن، معلم های جاهای دیگه اومده بودن عید دیدنی تهران. نه اونا معلم نیستن. بعضی وقتا مسافرها که میان وقتی خیلی شلوغ جاها، بعضی وقتا مسافرها رو میذارن که تو مدارس اسکان پیدا بکنن. اونجا اسکان پیدا کنن. آره. یعنی چی؟ یعنی اونجا باشن، توی اونجا. یعنی یه مدرسه مدت. ما اسکان داره؟ چی؟ پس چرا ما تا حالا پیدا نکردیم اسکانشو؟ اسکان یعنی ساکن شدن، یعنی اونجا بودن. آقای مجری خب. فقط یه چیزایی داشت، یه پفکای سفیدی بود. من صدای چی بود؟ هیچی دهنتو ببند قابی جان، دهنتو ها خب چی بود؟ صدای سفید چی بود؟ چی میگم یه چیزای صدای زنگ مدرسه است. زنگ مدرسه؟ مگه شما زنگ مدرسه خوردی؟ نه این یه چیزی کچکی بود که من اینها دیگه صدای زنگ مدرسه تونه. نه آقای مجری اونجا همین که زیاد نخوردم من از این کتلت ها اینا، بعد اینجوری شدم شکمم گیجی میکنه. گابی ها شما زنگ مدرسه خوردی یا نخوردی؟ آقای مجری من که میدونی راستشو باید بگی. من توش نگاه کردم دیدم این که شبیه منه اما یکم لاغر بود. همه جایی که نگاه کردم دیدم چه چیزی مشکلیه گفتم بخورم. بچه ها صدای زنگ مدرسه داره میاد، حواستون رو جمع بکنید بعد آماده بشین برای رفتن به مدرسه. مدرسه خوبه. اینی حالا اگه مدرسه ما زنگ نداشته باشه ما هیچ وقت سر کلاس نبایستی بریم. چرا؟ قدیما زنگ مدرسه نبوده، یه چیزای آویزون میکردن، آهن بوده دنگ 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 با چکش میزدن چه بهش. خوشه. آره الان زنگی شده. من میخوام برم مدرسه. آخ من میخوام برم مدرسه. وای. خب ببین بعد صحبت بکنیم اینو. حالا بذاریم شما قسمت بعد رو ببینیم. نه صحبت نداریم. من میخوام برم مدرسه. خب آخه یه ذره سخته، بعد توضیح بدم که سخته. درس خوندن دوست داری درس بخونی؟ آره چیه درس خوندن فکر میکنی چجوریه؟ درس خوندن؟ نه که میگی چرا این فکر میکنه درس خوندن آواز خوندنه. آواز نمیخون گل قرمزی نمیخون اونا مسافر بودن، اگه داشتن یه چیزی میخوندن مسافرها بودن. نه بابای مدرسه میتونه انضباط آدمو کم کنه؟ نه
پس چرا واقعا الکی گفت انضباط تو میگن کم کنن؟ خب شما بی خودی رفته بودی مدرسه، برای چی اصلا بلا شدی رفتی مدرسه؟ میگن خوف دیدن ترسیدن دیگه. خب منو بیدار میکردی به من میگفتی. من الان میخوام برم مدرسه. شما قسمت بعد رو ببینید، در خدمتتون هستم. الان میخوام برم مدرسه. فقط این آقاه خیلی بد اخلاقی بود، هی دادی میزد میگفت وای نمره وا. زنگرش چیکار بکنیم؟ کی نمره چی بوده؟ نمره چی؟ یه همچین دفترکی بود اونجا، یه چیزایی توش بود خطی. من دیدم چه بوی خوبی اونا رو همین یه گاز زدم، آقای گفت وای نمره وا چی هست؟ آخ دفتر نمره ها رو خوردی؟ اونا من میخوام برم مدرسه. خیلی خوب، اینقدر عجله نکن. چشم. خیلی ها این روزها از سفر برمیگردن و من دیدم بعضیا توی ماشین با تلفن همراه صحبت میکنن. این خیلی از آمار تصادفات ما به خاطر صحبت در حین رانندگی با تلفن همراهه. الان ما یه اتوبوسی اینجا هست که رانندش همش با تلفن همراه صحبت میکنه با دوره خانم. پوپوپا مگه نمی‌بینی دارم بوق می‌زنم؟ خب بکش کنار دیگه سواری. مسافران، من چون توی اتوبوس هستم خیالتون راحت باشه، ما به مقصد نخواهیم رسید. پوپوپا آقا راننده ببخشید کی میرسیم؟ میرسیم دخترم، میرسیم بالاخره. طول میکشه این مسیر. بعد از این پیچ قریب کش نگه میدارم. غروب میرسیم یعنی یا شب؟ خیلی سرعت زیاد نیست آقای راننده. چرا؟ چون ما واردن دیگه میدونی نخوری نگرده. الان سرعت چند تاست؟ 120 کیلو. 120 کیلومتر داره تو جاده هایی که کوهستانی حرکت میکنه. یه خورده سنگولاخی هست، مواظب بچه ها باشید. دلرودیم تحول با آدم میده. چرا دورگه چطوری؟ خوبی؟ با تلفن همراه حرف میزنه. الان اتوبوس داره خودش میاد، تو میری. نگران نباشید، همه چیز تحت فرمان منه. آب میخوام، آب. گفتم که نگه میدارم دیگه. آقا ببخشید من یه خودی کلیم ناراحت هست. کی نگه بدن بعد از جوری؟ گفتم که این پیچو من رد بکنم. پیچ ارو دورج قطع شد. چی گفتی در پیت اومده؟ باز فکر که اون تو میمونی بالاخره. آقا تصادف. ای دوره. تصادف بعد. خب میتونست با تلفن همراه صحبت نکنه. شکست یا نشکست؟ دوباره سوار بشین. دوباره سوار. لحظ فنی برطرف شده، سوار بشی خواهش میکنم. مسافرین محترم سوار بشن. چرا همه دارن اینوری میان؟ دندقب دارم میرم من؟ چرا همه دارن برعکس میرن؟ من چرا تای اتوبوسم؟ برو کنار ببین. یعنی چه؟ نگران نباشی همه چی تحت فرمان راننده سر به هواییه. ببخشید آقای راننده دستوری نگه میداری؟ نگه میداری. خودتو کنترل کن دیگه یه خورده. آقا من نمیتونم خودم کنترل، من کلی هم عرض کردم ناراحت هست. من تازه این ترلیو گرفتم، نمیتونم که به خاطر دستگیری شما ترلیو جا بذارم که. وای ما بالاخره نفهمیدیم کی میرسیم، غروب میرسیم یا شب میرسیم؟ آره چطوری جوادی؟ بس فرمونو بیل کرد.
میتونیم تلفن همراهمون رو در مسافرت خاموش کنیم. اتفاق نمیفته، چند ساعت دیگه خاموشش بکنیم. چه راننده؟ یه راننده دیگه بیاد. این راننده آقا اصلا من با رانندگیشون ارتباط برقرار نمیکنم. آره یه راننده دیگه بیاد. دیوه نه یا رانندگی نکن. دیوه راننده شده. ای وای بر من. تون بری آزود برسیم. محکم نشینین. یواش برو. برعکس بگیر. یواش تو برو. تو برو. اینو باید برعکس بهش بگن. بهتره که آروم و مطمئن حرکت بکنی. من نمیدونم چرا به بعضی از راننده های اینجوری میگیم آروم و مطمئن بدتر حرکت میکنن، تندتر حرکت. امیدواریم که سفر خوب و راحتی داشته باشید با بچه ها در کنار همدیگه به راحتی برگردید. کار داری؟ بچه ها خوب بود؟ رانندگیتون خوب بود؟ بارا نه خیر. شما قسمت بعد رو ببینید، باز در خدمتتون هستیم. شما اگه راننده بشین اینجوری رانندگی میکنی؟ آروم و مطمئن. آره بهتره. من با موتور میرم آقای باشه. با موتور برید. آره بابا یه سوی شده بگیر من با ماشین شما بیام. بعضی از بچه ها توی تعطیلات که توی خونه هستن حوصله‌شون سر بعد نمیدونن چیکار بکنن. اگر در بند درمانن میذاره همینجا استراحت بکنی. اینجا چی کار میکنی؟ نفس بکشید. نفر یه غروب میتونید آب بخورید، زیاد نخورید، درد میگیرید. ببخشید من دارم صحبت میکنم. چیه؟ سلام علیکم. سال نوتون مبارک. میخوایم بازی بکنید. 100 سال به این سالها. هر روزتان نوروز. نوروزتان پیروز. آقا مجنون سویچو بده من بچه ها رو ببرم کو. بله؟ سویچ. من به شما سویچ بده نیستم. چرا آقا؟ شما باید ماشین رانندگی یاد بگیری بدن. هی بنی هر روز نگو به من. بله. لوازم داری؟ لوازم چی؟ کوه نوردی. آها شما میخوایم برید کوه. آره خوبه، بد نیست، فکر خوبیه. کوه نوردی هم ورزش خوبه. اما ما بریم تو کوه مردنی از سنگا بالا سنگ نبردی. سنگ نبردی. کوه نبردی حالا یکم ساده تره، ولی سنگ نبردی خیلی سخته. کار هر کسی نیست. کار ماه. نه کار شما بعیده. آقا این فیلم کوئی برات نیستی نخورین نگه دیگه ببینید سنگ نبردی خیلی باید ورزش بکنن، بدن ورزیده داشته باشن. داریم ما داریم. داریم. رفته بودی یه جا مهمونیه و آقاه گفت من سنگ نبردم. خب من گفتی آقا ما هم میشه ببریم یعنی چجوری سنگ می نبردن؟ گفتش که نه وسیله میخواد، تجربه میخواد. بله. نه اینچه حالا میدونیم ما واسه چی میخوایم بریم؟ برای چی؟ ما میخوایم بریم زودتر زود از سنگا بریم بالا، اون بالا بشینی. آقا اومدش یه دکی دیدی ما اون بالا اومدیم. نه این کارا خوب نیست. بچه معطل نکنیم بریم دیگه. بریم. کجا بریم؟ بریم چی شده دیگه؟ بریم کجا بریم؟ کوه نوردی. توی این خونه. توی این خونه منم دارم میزنم. شمایی؟ بله. توی این خونه چیه؟ از بزرگتر اجازه میگیره هر کسی بخواد از در خونه بره بیرون. این نفر ریز داره در میزنه. بذارم کیه؟ نه منم میزنم رو میز.
پس آقای مدیر بدم حرف شما رو گوش بدم. توی این خونه بچه که اصلا نه بچه ها اگه میخوان خونه برن بیرون حتما باید بزرگتر بدون کجا میرن. میشه همینطوری بلشه بره؟ ما گفتیم کجا بریم، ما اونی کوه. شما کجا میخواین بریم؟ بریم بچه‌ها بریم. کجا میخواین بریم؟ اجازه نمیدم بریم. چرا نداره؟ اجازه ندارین. I agree. بله. I agree. Climb every mountain. هرچی هم بخونی اجازه نداریم بریم. ما این همه تجهیزات جمع نکردیم که نریم کوکه. ببینید یه وقت پدر مادر میگن به بچه ها لباس بپوشید، بریم مهمونی، میان تا دم در تلفن بابا و مامان زنگ میزنه یه چیزایی با هم میگن، بعد میگن نه نمیریم. چرا؟ حالا یه مشکلی پیش اومده. چه مشکلی پیش اومده؟ با من جر و بحث نکن. چرا مشکلی پیش اومده؟ چه مشکلی پیش اومده؟ مشکلی پیش اومده بگو یه مشکلی پیش اومده حرف بزنی. گفتم. میگه بزرگتر میگه نه شما بدونید یه علتی داره به نفع شماست که نباید برین. شاید بهتون خوش نمیگذره. من اونجا که بودیم هر روز چند بار میرفتیم کو. شما کجا؟ اونجا که بودیم یک فامیل داشتیم که غیرقی بود تو کو زندگی میکرد، پیر شده بود، بی روزی 3 بار به ما غذا میداد میبردیم میرفتیم بهش میدادیم. فامیلتون اسمش قرقی بوده؟ قرقی. پرنده بود دیگه. پرنده بوده. I agree. من بز کوهیم. بچه ها ببین اصلا صحبت من میخوام صحبت بکنم. بریم یه جایی بشین بازی بکنم. من به بچه ها بگه نمیذاره. بیاین. دو جور ما بازی داریم. یک جور بازی فکریه، یک جور بازی جسمی بدنیه. چجوریه؟ بازی‌های فکری مثل چی؟ مثلا مثل این کوهی که اینجا میخوایم فتح بکنیم اسمش هست کوه مجری یا مجری کوه. خب کلا قرمزی پسرم بذار جگر شما میرین بارا به زمشون خاکی که رسیدین پایین گردنه تنها میندازین برا رو میکشین بارا باشه؟ آروم آروم برین، خیلی تون نرین. اول از کمرکش شروع بکنین. کمرکش؟ برا ما رسیدیم به کمربندکش. از کمربندی برو نزدیکتره. برو گاهی وقتا صبر چیز خوبیه، باید صبر داشته باشه. بزرگترها باید یاد بگیرن صبر داشته باشن در رابطه با بچه ها. درسته؟ بعضی بزرگترها خیلی صبر دارن. خیلی با آرامش برو بارا. خب داری کم کم به شونه خاکی نزدیک میشی. برو تا به گردنه برسی. برو من اونجا آتیش روشن کنه نهار بخوریم. برا اجازه بدیم بعضی وقتا بچه ها از سر و کلتون بالا برن، ایرادی نداره. بچه های خود تندتر که به سیاهی شب بر نخوریم. بریم بالا با هستی پرچم رو قله بزنین تا شب نشده. برا پسرمه برو از شونه خاکی به سمت گندره. چی بگن گردنه یه چیزه اسمش یادم رفته بود. من گردنه رو میبینم الان. گردنه یقه. گردنه رو میبینیم. برا تازه دماغه هم از اینجا داریم میبینیم. من میبینم. برو بالا. زیر اون دماغه یه چمنزار هست خیلی خوش آب و هواه. اونجا چادر میذاریم. بغل دره بالاش هم چشمه داره، از همونجا آب رو تهیه میکنیم. بیا سر چقدر خوبه. اون چیه بالای دماغه برق میزنه 2 تا؟ اون چشمه آبشارت و غروه. برو بارا. خب همینجا اتراق. برین هیزم بیارین آتیش روشن کنیم. نه دیگه چیزای خطر آتیش اینا نه. چادر بزنی ایراد نداره. آتیش روشن کنیم میخوایم نیمرو بخوریم. نه آتیش نه. برو بارا شب میشه. روشن نکنیم اینجا غذا نخوریم، اینجا خفت خوریم. آقا بیا نخواستیم پاشو بریم. همونطور که دقت میکنید این قله یه مقدار از برف آب شده، یه مقدار اون پشت برف هست. اگه گرمتون شد میتونین از برف پشت دیدن کنین. دادی برا قله آتش فشانی ها. راست میگه بچه‌ها. این قله آتش فشانی زیاد چی میگن آتش ماتیش چیز نکنین، ممکنه عصبانی بشه آتش بازی انجام بده. ببینید یه تایمی داره کوهنوردی. یه تایمی داره دیگه. آدم که میره یه وقتی میره یه وقتم برمیگرده. آخ پام داره شل میشه. پام داره کمک. چیکار برا بابا اون تنها به خودت.
بکش برو همشون هم میافتن تو دره. هلیکوپتر نجات و دانش آمارشون الان ندارن. ما رسیدیم به گردنه. بذارم این تنابو به من به گردنه. من با حرکت پاندولی شیخ خودم میرسونم به جگر. نه تناب و اینا نداریم ها. Everybody! اتراق میکنیم! اتراق میکنیم! شما قسمت بعد رو ببینید. من ببینم چقدر میتونم تحمل داشته باشم. بعضی از کوه‌ها خیلی زود چیز میشن یهو آتش فشانی میشن. جگر اونجا جای دستشوییه؟ کجا؟ باشه خوبه دیگه یادجوی باشه خوبه بسته. پسرم ازا اون قاری که دست چپت هست خیلی قار جالبه. این توش داد بزنید و پشواک صدا به وجود میاد. به وجود آمد. بگم من بیام بالا پس شما بدیم ما این بالا بزنیم. من آواز بخونم بخون. خیلی خوشحالیم که خوشحالم نیستیم که در خدمتتون هستیم، چون باید خداحافظی بکنیم. میگن بچه‌ها یه دفتر مشق سفید رو که میگیرن توش مشق مینویسن، همینطوری مینویسن یه روز میبینن ورق سفید دیگه نداره، دفتر مشقشون تموم شده. کلا قرمزی. بله من میخوام دیگه برم مدرسه. به چقدر خوبه این بچه هایی که خوشحالن دارن میرن مدرسه. من خیلی خوشحالم. خیلی خوب، خیلی کار خوب. اومدی خداحافظی بکنی؟ من که کار بدی نکردم. شما هیچ وقت کار بدی نمیکنی؟ نکردم. اشکال نداره. خداحافظی میکنه کلا قرمزی با شما. شکلاتا رو نفهمی. شکلاتا؟ اونا که نفهمی. شکلاتا؟ چی بود؟ حالا دیگه بالاخره دیگه عید بوده و دیگه بله پسر خاله اگه بدی خوبی از ما دیدیم ببخشید. خواهش میکنم. شما هر بدی خوبی از ما دیدیم ببخشید. اسباب کشی داریم. اسباب کشی داریم؟ بله. برای کی؟ ننجون. برای ننجون میخواد بره کمکش بکنه اسباب کشی. خوبه؟ خداحافظی نمیکنی؟ خداحافظ. پسر خاله با همه خداحافظی میکنه. با همه. بله. خداحافظ. یه مورچه وقتی که میترسن، یه وقتایی نگاه میکنه آدم میترسه ازش. بالاخره دیگه ولی خیلی دوستش دارم. یه بستنی با پسرم حالشون خوبه؟ بله. شما بریم خداحافظی بکنیم بریم پیش بی. میگه میخوام خداحافظی بکنم برم پیش بی. عروسی داریم. عروسی دارم. به عروسی کی هست؟ یکی از جوجه هامون عروسی کنم. بعد میخوایم بریم اونجا جشن پایکوبی کیف بکنیم بریم. بالا دیگه عروسی جوجه هاش من نمیدونم ولی خب حتما خوبه دیگه. مبارک. خداحافظی میکنه پسرمه با همتون. خوب و خوش. سلام به بیبی برسون. به جوجه هم یه کادوی کاش چی بریم. عروسی جوجه چیه؟ میگن یه بابایی اومدی خداحافظی؟ I agree. بله. And now the end is near, and so I face the final curtain. بابایی آواز میخونه برای خودش، چقدر خوبه. I agree. بله. میرم پیش بیبی. میخواد بره پیش بیبی. عروسی جوجونه. عروسی جوجوشون میخوام برم پیش اونا. خیلی خوب، خوب و خوش باشید. خداحافظی میکنه میگه بای، یعنی خداحافظ. یه بستنی رو که شما مثلا با قاشق دارید میخورید بله بچه یه فامیل دور اومده. خوبی؟ من که نمیتونم به شما پستونک بدم. نمیتونم. نه چجوری بدم؟ من که نمیشینم. اونو به بابایی بگو.
بابات کجاست؟ پدر آره پدر برو ببین کجاست. برو برو. خیلی خوب باشه برو پیش بابا. آفر همین یاد گرفته همینطوری مثل بچهای کوچولو هستن توی خانواده های شما دارین همینطوری پشت سر هم میگه. سلام علیکم، سال نوتون سلام مبارک. علیکم. حال صد شما؟ سال به این سالها. هر روز دادم نوروز دادم پیروز. خوب هستی؟ فامیل دور هستن. این بچه ما اینجا بود؟ بله نمیخوره آقا، هر چی غذا بهش میدم. شما خوبی؟ بله برا از کدوم رفت؟ از همین بر برا. خب خداحافظی نمی‌کنی؟ من دیگه گفتم که آقای مدیر من یه سوالی داشتم از شما. ما که با هم دیگه رو در نمیخوام وای بیستی. میخوام وای بیستی؟ نه آقا مدیر سوئیس نمیدیم ما مسافرت بریم یا نه؟ ما رو درواسی داریم با هم. من نه. منم نمیدم. من دیگه حرفی ندارم آقا. خیلی منم حرفی ندارم. پس از قدیم گفتن که راه رفتنی رو با هم رفت و در بستنی رو با هم بست. بس بله. بعضی وقتا بله خداحافظ شما. من چجوری بودم؟ خیلی خوب. نه بچه بابا اونجا بود اون برا؟ آره برو همون بری رفت. میگه در بستنی رو باید بست. وقتی که تموم میشه در بستنی رو میبندن دیگه. بعضی وقتا یه چیزایی تموم میشه. خوبی؟ بله. خوبی؟ شما خوب هستی؟ ای تموم شد. آره ای تموم شد. ای تموم شد. آره دیگه ای تموم شد. بله ای تموم شد. خب اومدی خداحافظی؟ بله بهش فکر نکرده بودم. مهمه؟ آره بعضی چیزا مهمه. آره بله مثلا مهمه؟ آره ای تموم میشدم بعد بدون برنامه چیه کاراش چیه بالاخره بعد فکر بکنه. بله مهمه. آره باش حالا میشه بریم. چرا خیلی خوب برو دیگه. خیلی خوب. جیگرم بعضی از کلمات از سر آدم نمیره بیرون مثل بعضی از کلمات. آقا سلام علیکم. آقای همساده هستن. خوب هستی؟ قربون شما. آقا ما اومدیم خداحافظی کنیم. اومدن خداحافظی بکنیم. قربون شما. آقا من احساس میکنم که آبستن حوادث هستم. خودتون آقای همساده هستن. نمیدونم دیگه آقا دست سرنوشت ما رو در کدامین گردباد رها خواهد کرد. امیدوارم که خوب باشین سلامت باشین. آقا اجازتون کار نداری؟ نه خدا شما دو خونه بیاری و لیل هستم با قراری مال کدوم با قرار برو میگه دیگه آقای همسایه. دختر همسایه اومده خداحافظی بکنه. وای این آخری رو فرستادون رو که میشناسی؟ بله حالا فهمیدی چی شد؟ نه دیگه اگه چیزی عروسیتون به هم خورد. خیلی خوب حالا اینا رو بعد خودم گفتت که این فرسته چیزی هیچی این حرفا رو نمیگه. دیدی؟ آره. گوشتن دیدی. حالا مادرم اینا گفتن که اینجوری که نمیشه یه تاش که در بستی بگیریم خبرمون پاسیم بره اینا رو آستیشون بدیم. خیلی خوب اول سالی خداحافظی نمی‌کنیم با بچه. خیلی خوب خداحافظی نمی‌کنیم. خداحافظ. بعدم بیا برای من تعریف بکن. باشه خیلی بچه خوبیه. خب دیگه یواش یواش باید از همتون گابی حالت خوبه؟ اومدی خداحافظی؟ من معذرت میخوام که اینقدر هنوز چاقمو. خب باید ورزش کنی. دیگه این کارو میکنم. ببخشید که دیگه هرچی بود و نبود من خوردم. آره چیزی هم نذاشتی ولی نوش جانت. اشکال نداره یعنی خوردم؟ نه خیلی هم خوشحالی. بس اگر نداره که بگم این احتراف آخر که دمپایی بود که بچه ترسی مرسی من اونا هم هر جفتش خوردم. دمپایی و اینجور چیزا نخور. برو ببین توی یخچال چی اسم اونجا بخور. آقا مجی من الان این داییم مرد دم داره دایی شخمی. اگر کاری نداری که من فعلا برم. کجا؟ برم دیگه میرم پیش بیبی با هم دیگه. اگر بشه که من دیگه خداحافظی نکنم برم. باش خداحافظ. دستت هم درد نکنه. خدا نگهدار آقای مجی که ای چی بود چه شکل بشه. خداحافظ. خدا نگهدار. خداحافظ. دیگه پرخوریه و بالاخره
میگن آقای مجری گیگیلیه. آره اومدی خداحافظی؟ چرا خدافزی؟ من تازه اومدم. نه از بچه های توی خونه میخوایم خداحافظی بکنیم، با هم که هستیم ما. آها آره بچه ها خدا حافظ. خداحافظی کرد. خداحافظ. شما یه ذره کمتر از این بازی ها بکن، یه ذره ورزش بکن، یه ذره ورزش میخوام بکنم اما نمیتونم. خیلی خوب باشه، حالا من یه کاری میکنم شما میرم ورزش رفتم رو چند هزار نگاه کن. چیه این بازی ها این بچه ها؟ الان بجاش میتونم برن میکنم بدنشون رو قوی بکنن، ورزش بکنن، خوشگل بشن، خوشتیپ بشن. این بازی چیه؟ خب وای 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 ببخشید آقای مرشی شما اگه بدون من چقدر خوشحالم. آقای مرشی پول خارجی دارین؟ نه. ندارین؟ نه. من باید سریع وسایلم جمع کنم برم خارج. ایرادی نداره. برم؟ بله الان میخوای بریم؟ بله با تاکسی برم یا با اتوبوس برم؟ با هر چی که فکر میکنی. با موتور بگیرم برم زودتر برسم؟ با موتور. پس خداحافظ. دیگه من همه چی رو بالاخره دیدم دیگه. باید پخته بشه. هر کسی بالاخره در زندگیش دستم درد میکنه. خانم حال شما چطوره خانم؟ درد میکنه. خوبم سلامتی نه؟ بله کجا تشریف میبریم؟ اسممونه بنویسیم ادامه تحصیل بدیم. میخوام برن ادامه تحصیل بدن. ولی خوب است. بچه نمیذاره اذیت دارن. بچهشون دیبیه. دیبی رو گذاشتیم که بزرگش بکنن تربیتش. نه الان کجا تشریف میبریم؟ بریم دیگه ببینیم کجا میشه اسپین بشیم. آها خیلی خوب. نمیخوای خداحافظی بکنی؟ خداحافظ نمیام. اسممو بنویسم میگم کجا میخوام ادامه بده. سلامت باشین. سلامت خوب باشین. باشین. نه خدا نگهدارت باشه. خداحافظ شما. خانم بزرگ خیلی ما بهشون علاقه‌مندیم. دستشون درد میکنه. بزرگترها رو باید بهشون احترام بگذاریم. باید بشینیم کنارشون. آقای مجری. او بله سلام علیکم. خبردار. بله. بنده باید از شما تشکر بکنم به خاطر اینکه فرزند خوانده‌ای که شما به ما دادید خانواده ما رو گرم کرده. دیبی دارن الان پیش بیبی و معلم دوره کودکی من زندگی میکنن، دارن بهشون آموزش میدن. خیلی هم خوشحالیم ما. امیدوارم با تربیت بشه و مثل شما نشه. ببخشید. خیلی خدا نگهدار. خدا حافظ. معلم دوره کودکی من بوده. من همیشه بهش سلام میکنم، بهش احترام میذارم، بهش گوش میدم، دوستش دارم. دیبی دیبی اومده. حالت خوبه؟ حالت خوب نیست؟ باز اینجوری؟ آها خدا حافظ خاله. سلام میکنه. این حرفاشو برعکس میزنه. سلام میکنه. من دارم میام. میگه من دارم میرم. میگه دارم میام یعنی دارم میرم. دلم برات گشاد میشه. میگه دلم برای شما تنگ میشه. خیلی ازت متنفرم خاله. میگه من خیلی شما رو دوست دارم. اسم منم خاله. ماچ. خیلی خوب. خیلی وایستا. آخرم این شاخش میره تو چشم من. نکن دیگه. فقیرم غریبم کمک کن نمیرم. الان ما میخوایم خداحافظی بکنه. تو پاکی یه چیز بده ما بریم. نه دیگه نمیرم. بذار خداحافظی بکنیم. نه بده میخوام برم من. شما بیرون تشریف داشتی خداحافظی نمی‌کنی؟ خدا من بس دادم که الان اونجا خداحافظی میکنم دیگه. گرفتم ازتون چیزا رو. خداحافظ. غریبم خیلی
اگر در این مدت ما حرفی زدیم که باعث رنجش شما، باعث ناراحتی شما شده، خیلی عذرخواهی میکنیم. ما تلاش میکردیم که بتونیم لحظاتی رو در کنار شما با هم شاد و خوب باشیم. در این لحظه با همتون خداحافظی میکنم تا دیدار بعد. نمیدونم، من یه دکمه دارم، این دکمه رو باید بزنم که برنامه‌مون تموم بشه. Everybody, listen and repeat. Goodbye. خداحافظ شما. خوب و خوش و سلامت باشین. میبینیم هم دیگه رو. خداحافظ شما.